بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز ما ادامه مینوی هوم و پیست است. شروع میکنیم از قسمت پیست از هایپرلینک. وظیفه پیست از هایپرلینک این است که ما شما میتونیم یک شیت به شیت دیگه و یک پروگرام به پروگرام دیگه ارتباط بدیم. شرط فایل ساختنش این است که پیش از اینکه ایره استفاده کنیم باید از فایل خود سیو. طور مثال فعلا من سیو میکنم دیسکتاپ به نام مای فایل. بعد از این سیو فعلا ما در شیت اول هستیم. میگم وقتی که ما بالای شیت در شیت اول وقتی که بگوییم next شیت بعدی بریم. در این صورت از شیت اول باید از همین خود next را کنترل یا رایت کلیک کاتش میکنیم در شیت دوم پیست میکنیم. باید در شیت دوم پیست شود و همچنان در شیت سوم پیست شود. میایم در اینجا فعلا در شیت دوم هستیم. از شیت دوم میره برش میگیم کاپی. وقت کاپی بگوییم پس میایم در شیت اول کرسر اینجا میگذاریم برش میگیم پیست از هایپرلینک. بالاش کلیک میکنیم و بعد از این در شیت اول نشته میکنیم پریویوس کاپی و در شیت دوم برش میگیم پیست از هایپرلینک و اینجا همچنان نشته میکنیم پریویوس و امیره میتونیم انتخاب کنیم برش بگوییم کاپی و در شیت سوم برش بیاییم بگوییم پیست از و بعد از این در شیت سوم یعنی یا فکر کنیم شیت 300 است تا مثلا نشته میکنیم فرست شیت کاپی و پس میایم در شیت اول پیست از هایپرلینک و در شیت اول هم نشته میکنیم لاست شیت اشتباه شد. فرست شیت باید از اینجا نشته کنیم این از اینجا بگوییم کاپی و در شیت آخر برش بگوییم پیست از هایپرلینک و در شیت آخر نشته میکنیم لاست شیت لاست شیت کاپی میکنیم و در شیت اول میایم برش اینجا میگیم پیست از هایپرلینک. اینال فعلا اگر ما فعلا در شیت اول هستم مجرد که بگوییم next در کجا آمد شیت دوم. طور مثال ما شیت اول داریم این شیت اول هست شیت دوم است و یا شیت سوم است. فعلا در شیت اول میایم. اگر اینجا برش بگوییم next در شیت دوم. اگر اینجا باز برش مثلا میخواهیم که next بگوییم باید از اینجا نشته کنیم next اینجا بگوییم کاپی و در اینجا بیایم برش بگوییم پیست از هایپرلینک. بازی ایده خودم منظم در قسمت تاپ تنظیمش میکنم. وقتی در شیت دوم هستم باز برش میگم next در شیت سوم را ارتباط و اگر به این دفعه فکر کنیم این شیت سیوم است یعنی شیت های بیشتر داریم مجرد یک برش بگیم فرست شیت در کجا ما را راجع ساخت در شیت اول. یعنی ضرور نیست که موضوع او را دریافت کنیم اینجا شیت ها که زیاد شد بازو تر اسکرول برتان میاد یعنی تا که ما شیت دلخواه خود دریافت کنم وقت ضایع میشه. در این صورت میتونیم از استفاده کنیم. اگر در شیت اول هستین حالا یک کار در شیت سوم ضرورت شده لاست شیت مجرد که کلیک کنیم مستقیم در شیت چندم آمد سوم قرار میگیره. این ارتباطات هم میتونه بین شیت برقرار بسازه و کار دومش این است که ارتباط همراه با پروگرام ورد ما میتونیم برقرار بسازیم. در پروگرام ورد ما یک متن داریم ریپورت است. بعد از این میایم سیو میکنیم با نام ریپورت سیو و بعدا در اکسل میایم. حالا میخوایم که این بخش محاسبهش هست محاسبه را همراه ریپورت ارتباط بدیم. این را یک سیو میکنیم در این صورت در پروگرام اکسل نشته میکنیم اکسل یا یک تکست دیگه یک تکست است هر تکست را نشته کنیم از اینجا برش میگیم کاپی و در پروگرام ورد
در این قسمت برش میگیم پیسز هایپرلینک. و در پروگرام وورد هم مشتمل میکنیم وورد یا تکست دیگه میتونیم درج کنیم. از پروگرام وورد اینو میگیم کپی و در پروگرام اکسل اینجا برش میگیم پیسز هایپرلینک. اینال فعلا پروگرام وورد هست. چون از این تغییرات آوردیم میره سیو میکنیم، بعد از این کلوز میکنیم. فعلا ما در بخش محاسبه هستیم. وقتی که ضرورت میشه بخش ریپورتش ما بالای ورد کلیک کنیم. ضرور نیست ما در یک داکومنت بریم رو دریافت کنیم. بالای ورد که می کلیک کنیم مستقیما بخش ریپورتش براتون ظاهر شد. اینطور دو پروگرام آفیس میتونید شما توسط پیسز هایپرلینک ارتباط بدید. و اگر بیاین در پروگرام ورد میشه در بخش ریپورت هستین و بخش معاشاتش نیست. دفعتا ضرورت میشه کنترل اف شار بگیرین بالا اکسل که می کلیک کنین بخش معاشاتش اگر باز هم نباشه منتها سیف باشه براتون میتونه که بازش کنید. و بعد از اینجا داریم در این قسمت پیست از پیکچر. اولا اینجا داریم کاپی از پیکچر و پیست از پیکچر. وظیفه چی است؟ ما یک متن داریم سویسم قوس باز سلری سلکت قوس بسته میده یک فرمت هم میدیم. سعی کنیم یکی خاص کپی شکل بود که ما کپی میکنیم و در یک جای دیگه پیستش میکنیم. حالا میخوایم که ایده مثل یک پیکچر واره انجام بدیم. پس میایم اولا برش در اینجا میگیم کپی از پیکچر کلیکش میکنیم و بعد از اون میگم با فرمت پیکچر باشه یا بیتمپ باشه مثل که چیزی را اسپن سیف کنیم. این فرمت هستن. پس من میایم فعلا میگم شکل فرمت پیکچر باشه و بعد از اون برش میگم اینجا کرسر میگذاریم. حالا برش میگم پیست از پیکچر. ضرورت که میکلیک کنیم چی شد؟ این به اساس یک پیکچر آمد که در این هیچ نوع تغییرات وارد کردن نمیتونیم. این فعلا یک قسمت است که من سلکت کردم. با شما یک جدول عمومی را میتونین به شکل یک پیکچر بگیریم. و بعد از این اگر باز ما بخوایم که جایی که انالیز کنیم اگر ما در این کدام تغییرات وارد کنیم مثل که فعلا به شکل پیکچرش 2000 است. اگر من 3000 بسازم هیچ تغییرات وارد نشد. اگر بخوایم باز به شکل پیکچرش تا که دمیج باقی است او تغییرات هم ورشه و چی استفاده میکنین لینک هم شما دیر در پیشال هم خوانده بدیم. اما این به شکل پیکچرش هست. اگر دمینش تغییرات برین در شکل پیکچرش هم چی شبه باید است تغییرات وارد شد. مثل که در پیس اسپیشال مینش کپی میگیم چیزی که ما در اینجا خوانده بودیم که یعنی دو شیته به اساس مثالایی که ما در اینجا براتون دادم. یک شیته به شکل پاک‌نویس قرار میتین دیزاین میکنین و در اینجا تغییرات برین در پیکچرش هم اتومات تغییرات ست میکنین. بعد از این حالا میایم اگر ما بخوایم چندین کپی بگیریم طور مثال ما یا مثلا روزای هفته سعی کنین این فعلا در یک قسمت جدول کار شده. اینال ما مجبور هستیم میره کپی کنم روز شنبه را این دیجا کار شده یا مثلا در شیت دوم کار شده. من میگم ضرور نیست که ما رو نشته کنم. پس میتونم برش بگویم پیست تنها چی را پیست کرد چیزی را سلکت کرده بودیم. اگر از شیت اول باز چیز ضرورت میشه سندز باز کپی میکنیم. اینال پس ما باید از بفهمیم فرق بین کپی و آفیس کلیبورد چی است. آفیس کلیبورد همزمان چندین کپی را در حافظه خود میگیره چندین سلکشن و کپی گاز فقط یک سلکشن در حافظه خود میتونه بگیره. با کدام اساس؟ سعی کنین فعلا اگر ما بیایم مجرد که سطر دیر کپی کنم یا سند دیر قبلا چی را کپی گفته بودیم سطر دیر این مجرد یک سند کپی شود چیزی که قبلی بود و از حافظهش رفت. اینال اگر داشتید دوم ما بیایم برش بگویم پیست چی را پیست کرد سند دیر چیزی را که قبلا پیست کرده بودیم از حافظهش رفت. اینال چطور کنیم که همزمان چند سلکشن در حافظهش باشه. در این صورت ما کلیبورد کلیک میکنیم که برای ما فعال شد. وقتی که فعال شد
چیزایی که در جدولتان تکراری میاد او را اول کپیش میگیرید. مثلا روزهای هفته است یا یک چیز دیگه از در ریپورتتان کپی، سندی را میگم کپی، سعی کن تو سلکشن شد. اگر کپی می بود او قبلیش از بین میرفت. ماندی را میگم کپی، تیوزدی را کپی و ونزدی را کپی. همزمان چند چیز تون از رافضی خود بگیرم. 5 دفعه سلکت کردیم 5 سلکشن در رافضی خود گرفت و اگر کپی می بود قبلیش از بین رفته میره. اینا فکر کن در شیت 2 یا در شیت 3 هستی. اما چیزی که ضرورت میشه ضرور نیست دور تکرار اندرش کنید. فقط کرسر را بگذار بالای سطر دیگه می کلیک کنیم چی شد؟ درج شد. میتونید درباره‌اش یک ریپورت درج کنیم و بعد از این ضرورت میشه روزم مانده کلیکش کو درج میشه بین این اساس. یعنی تایی که نشته کنین میتونین رو درج کنین. یا مثلا نشیت اول مکمل یک متن ضرورت میشه به این شکل. همین متن مکمل سلکت برش بگو کمی کپی در اینجا چی شد؟ درج شد. وقتی که در شیت دومی فکر کن که یک ریپورت است اما متن ضرورت شد اینجا بیا بالای کابل کلیک کنید. در حافظه ازی ثبت است چندین سلکشن از شیت اول اما کابل اینجا چی شد؟ ضرور نبود که تو پاس 4 5 یا 6 لاین داشته کنید. این بود وظیفه کلیبورد. اگر بگوییم پیست چیزی که در داخلش هست پیست میشه و اگر بگوییم کلیر آل چیزی که در داخلش هست کلیر میشه. و بعد از این میایم در قسمت اینجا ما داریم فارمت پینتر. فارمت پینتر ای است که اگر من یک دیزاین بتونم مثلا میگم رنگ نوشتهش به رنگ سرخ باشه و اینجا ما یک متن دیگه داریم میخوایم دیزاین از این مستقیم بالای زیده. پس این صورت این سلکت کو انتخاب کنیم. میره اول ما باید از سلکت پینتر انتخاب کنیم. این که تطبیق شد بعد از این خب منظور ما فقط همی است که ما تا ای که دریافت کنیم که کدام رنگ است کدام فرمت داره و وقت ضایع میشه. مستقیم هم اینمی دیزاین بالای زی تطبیق میکنیم. پس این سلکت میکنیم در نخست باید سوال یک کپی میکنیمش. بعد از اون برش میگیم فارمت پینتر. فارمت پینتر را کلیک میکنیم جایی که میخوایی طرف چپ ماوس افشار بگی عادش کنیم. یاد کنیم دیزاین از این بالای زی شد تطبیق شد. این ترک سهولت داره. و بعد از این در قسمت فان در نخست ما داریم فان که توسط آن میتونیم دیزاین نشته را چنج کنیم. سلکتش میکنیم بالای فان این دیزاین نشته به این شکل باشه و همچنان سایزش هم اینجا ما داریم سایزش هم این باشه 28 یا میتونیم سایزش رو کوچکتر بسازیم. فان سایز باشه 10. بولد که شارکتش کنترل پلاس 20 نشته را کمی بالاتر قرار میتن و اگر بگیم ایتالیک شکل که شارکتش هم کنترل پلاس آی است شکلش تغییر میده به طرف رایت. اندرلاین هم یک خط در قسمت پایینش درج میکنم. اندرلاین در جای بکار میام مثل که میگم مرجن سنتر میکنم ماشا این رو یک دیزاین میکنم. حال میخوایم که یک لاین داره چون از یک عنوان است کلیکش میکنیم بگو اندرلاین در اینجا درج شد. و اگر بیایم بالای لیست اندرلاین کلیک کنیم دبل اندرلاین اگر انتخاب کنیم 2 لاین باز ایجاد میشه مثل که جامعه اگر ما بگویم دبل اندرلاین 2 خط ایجاد شد در قسمت پایینش که زیادتر برای تایتل ها و برای عنوان ها استفاده میشه. بعد از این ما در اینجا داریم increase font size و decrease. این سایز چیه سایز کلان بسازیم چیه اینجا میره سلکت میکنم بیا بالای زی کلیک کنیم سایز چی شد کلانتر شد و اینجا 26 شد. اگر بخوایم خردتر بسازم decrease اینجا خودش پایین میره فعلا اینجا 22 است میره کلیک کردم میره سایز کوچک شده یک شارکتش هست. بعد از این ما در اینجا داریم باتم باردر. اینجا باردرایی داریم باتم در مجموع مختلف باردر هست. اگر ما برش بگویم آل باردر که یک لاین میده که استاندارد خود باردر در اینجا است. ما بالای فانت کلیک میکنیم فارمت سل اینجا ما داریم استاندارد باردر چی از اینجا استفاده کنیم و چی از این قسمت باردر. سعی کنین فعلا اگر ما بیم طور مثال ما یک متن نشته میکنیم. اگر ما بخوایم میره پرینت کنیم فعلا پرینت پریویو میکنیم.
امی خودش چیز در چاپ اومده، امی خط کشیش. اینال باز در این صورت منظورم از خط کشی نیست، میخوایم یک لاین به اساس یک دیزاین بیایم. باز شما میتونید اینو سلکت کنیم و بعد از این بیاین در قسمت باتم باردر کلیک میکنیم، تنها به طرف پایینش باشه، left right در قسمت بالا یا نو باردر. پس ما میگم آل باردر، کلیکش میکنیم پرینت پریویو. چی داد اینجا؟ یک باردر در 4 اطراف سل. اگر بخوایم کمی لاینش نباشه سلکتش میکنین اول، بعد از این اینجا برش میگین نو باردر و بعد نال پرینت پریویو کنیم که من باردر نداره. این اکثریت دیده باشین در جدولایی که فعلا استفاده میکنن. و اگر ما بریم در قسمت باردر، اگر بگویم تاپ به طرف بالاش، اگر بگویم باتم باردر داد تنها به طرف پایانش. نال پرینت پریویو هم کنیم تنها در قسمت پایانش هست. این زیادتر بر معنا استفاده میشه. و بعد از این اینجا باردرهای مختلف داریم. اوتساید باردر تنها قسمت بیرونیش هست، در داخلش کدام باردر نیست، مثل باکس ها هست. نال پرینت پریویو کنیم و به شکل تطبیق شد. و اگر بخوایم که دیزاین نشتهش کم وستر باشه میتونید از تک باکس باردر انتخاب کنید که به این شکل قرار گرفت، کم سایزش وسیع‌تر قرار گرفت که در چاپ هم باز به این شکل میاد. و ما باردرهای بیشتر شکل‌ها داریم اینجا، اینی شکل‌های مختلف هستن. سعی کنین اگر ما بیایم فعلا میره نام میگم اور نو باردر، این شکل اگر ما ایج انتخاب کنم مثل تاپن دابل باتن باردر، مثل یک دیزاین شد، بالای شکل لاین و پایینش دو لاین هستن. این دیزاین هایی است که ما زیادتر در جدول خود میتونیم استفاده کنیم. و اگر در قسمت باردر بیاییم از جا میتونیم درا کنیم، یک باردر خود ما رسم کنیم، بالایش کلیک میکنیم و تنها این قسمت باردر باشه به انتخاب خود ما، اینجا باردر باشه، اینجا باردر باشه، اینی سل در اینجا باردر داشته باشه. اینا رو پرینت پریویو کنیم به میشه که شد اینجا این به انتخاب خود ما. بعد از این در قسمت باردر اینجا داریم درا باردر گرید. اگر ما اینو کلیک کنیم باز به اساس گرید یک طرف چپ ماوس افشار بگی هر سله برات باردر داد به انتخاب خودت. این که بود هر لاین سله جدا باردر میداد. وقتی که پرینت پریویو کنیم سله جداگانه را که ما توسط سلکشن تونستیم باردر بدیم. که البته فرق بین از این درا باردر گرید و از این آل باردر چی هست؟ آل باردر ای است که اولا سلکتش میکنین اما ساحه که در شیت هستن باز برش میگین آل باردر تانس باردر بودن. و ای که هستش رقم است درا باردر گرید به انتخاب خودتان. فعلا ما این نساختیم، یعنی استاندارد نیست ما از کجا تا کجا، اینجا نو استاندارد میسازمش، میگم نه قدر باشه طرف چپ ماوس فشار میگیریم. اگر مثلا بخوایم کمتر هم بسازمش تا نوزم طرف چپ ماوس فشار است میتونم کمتر و یا زیادتر بسازمش، به این اساس استفاده میشه. و بعد از اینجا داریم اراس باردر به منظور از این است که پس این لاین ها رو دلیت کنیم، بالاش کلیک میکنیم این لاین رو میگم نباشه. اگر من پرینت پریویو کنم در بینش دو لاین نیست، این لاین بالا میگیم نباشه، بالای راست رو کلیک میکنیم بینش چیزایی که میخوایی نباشه در چاپ هم فعلا همون لاین ها نیست. و بعد از این باردر اینجا ما داریم لاین کالر. بالای لاین کالر کلیک میکنیم این لاین کالرش به رنگ نارنجی باشه و بعد از این گرید باردر هم انتخاب میکنیم، اینجا رسم میکنیم رنگش به رنگ چی اومد؟ نارنجی. اینجا بعد از این داریم استایل. لاین استایل دیزاین های لاین هست، میگم دیزاین لاین باشه دبل لاین باشه یا به این شکل، میگم به این شکل باشه. حالا اگر ما اینو دیزاین کنیم به این شکل، اگر پرینت هم کنیم در صفحه به این شکل دیزاین دار پرینت میشه. و اگر در باردر بیاییم برش بگوییم مور باردرز. مور باردرز در کجاست؟ فارمت سل که جای استانداردش اینجاست. چی از بیاین چی در قسمت فونت ما اینجا داریم فارمت سل، میگید بالاش کلیک کنین اینجا ما داریم به نام باردر. اما باردر ما میتونیم که در اینجا استفاده کنیم که در ادامهش بعد از نمبر اینجا شما میخوانیم، این جای استانداردش است. بعد از اینجا داریم فل.
فیل کالر ای است که اگر ما فعلا این رو پرینت کنم رنگ عقب از این تیبالا سفید است، میگم در عقبش یک رنگ باشه، سلکتش میکنیم، میتونیم پس این ممنوع باردر بگیرم، سلکت آل باردر. بعد از این رنگ داخلیش هم میگم باشه به رنگ سبز. این حالا وقتی که ما پریویو کنیم با کدام رنگ چاپ شد؟ به رنگ سبز، یعنی در چاپ هم باز به می شکل میرم. برای بک‌گراند تیبلتون میتونید رنگ بدین و رنگ‌های مختلف موجود داریم. اگر از قبلا رنگ دیش می باشه میتونید برش بگید نوفل کنید. نوفل رنگی که داخلش بود از بین رفت. بعد از این مور کالر رنگ‌های بیشتر ازش میتونید دریافت کنید. در کاستوم اومده اینجا میچرخونید و اینجا رنگ رو میتونید انتخاب کنید. به این شکل باشه، به این شکل باشه. رنگ‌های بیشتر هستن. که اوکی کنید مستقیم میشه تبدیل میشه. بعد از این اینجا داریم فانت کالر دیزاین نوشته، یعنی رنگ نوشته رو ما میخوایم تغییر بدیم. فعلا اگر ما پرینت کنم رنگ نوشته به رنگ سیاه است. حالا میگیم رنگش رو تغییر میدیم، سلکت د فانت کالر میگیم رنگش میگیم باشه به رنگ سبز. وقتی پرینت ریویو کنم در چاپم به رنگ چی میگه؟ به رنگ سبز. و اگر ما بخوایم که پس رنگ نداشته باشه فانت کالر و بعد از این برش میگین اتوماتیک انتخاب میکنین، اتوماتیکش رنگ بلک است و رنگ‌های بیشتر رو میتونید از مور کالر دریافت کنید. و بعد از این داریم فارمت سل فان که شارکتش هم کنترل پلاس شیفت پلاس اف است. بالاش کلیک میکنیم، در نخست ما داریم نمبر چی از اینجا بخوانیم چی در اینجا هست. اینجا اگر من مستقیم بالایش کلیک کنم فارمت سل نمبر که می کلیک کنم برازر کجا آمد در نمبر. و همچنان از الاینمنت میتونیم که فان الاینمنت نمبر یا کلش در داخل یک جدول است. کلیک میکنیم نمبر الاینمنت فان باردر فل و پروتکشن که شارکت هایش در این قسمت براتون قرار دارد. میاییم در قسمت فانت نمبر بسیار یکی از گپ‌های مهم است. در نخست ما داریم General format cell have no specific number format. میگه خود جنرال کدام نمبر فرمت نداره. این به این معنی است که اگر ما بیایم طور مثال بسیار مهم است. فعلا ما یک کلیر میگیریم. ما اینجا دیت انتخاب میکنم 02/02/09 و بعد از این کلیک میکنم از فونت میایم نمبر از دیت ایرام لانگ دیت قرار میدم. بعدم میگم اوکی و بعدم میایم این کلیر میکنم. فعلا کلیر است. اینو وقتی که ما در جای بیایم یک نمبر نشته کنم مثلا 5 که انتر کنم کانورت شد به دیت. پس اینجا چی از برای ما یک مشکل ایجاد شد چون از اینکه قبلا در موسل فرمت دیت استفاده شده. اگر ما اینجا در دفعه ریموو هم کنیم پس اگر تو یک نمبر نشته کنی اتومات کانورت میشه به دیت. اینا در این صورت باز ما جدول سلکت میکنیم چون از اینکه این مشکلات زیادتر در جدول رخ میده. شما یک چیز نشته میکنین و کانورت به دیگه چیز میشه. با شما جدولتون سلکت کنین بیاین در قسمت فان نمبر فعلا ما برای ازو چی رو میگیرم جنرال چی شد هم نمبر را که ما انتخاب کرده بودیم 4 نمبر. این به این معنی که جنرال کدام فرمت نداره، هر چیز با رقم خودش میشناسن. متوجه هستین؟ این مشکلاتی که زیادتر در جدول رخ میده در سل چیز رو درج میکنین کانورت میشه باز همون ساحه را مستقیم هم سلکت میکنین. بعد از این همون قسمت سلکت کرده اینجا میاین در نمبر جنرال انتخاب میکنین و بعد از اون اوکی میکنین. شما مشکلاتی که رخ داده مکمل کلیر میشه. بعد از این اینجا داریم در نمبر وظیفه چی است. ما در اینجا درج میکنیم 1000 2000 هنال. پس ما میخوایم که این به شکل نمبر نشان داده بشه. به شکل نمبر یعنی خانه صدام از هزاران سپریتور بگیره. سلکتش میکنیم. بعد از اون نمبر انتخاب میکنیم. دسیمال پلیس هست. بعد از خانه 1000 یک چیز گرفته یک اشاری گرفته. یعنی اگر کدام چیز به اساس اشاری ها محاسبه شه نشان میده. اگر من یک شکم کنم یک اشاری
صفر بسازمش هیچ اشاری را اکسپت نمیکنه. و همچنان use 1000 separator، بعد از خانه 1000 separator اینجا نمونهش نشان میده. کلیک کنم بعد از خانه 1000 separator، مجرد که اوکی کنم بالای نمرات به این شکل تطبیق میشه در جدول ما به این شکل نمبر ضرورت داشته باشیم. و نمبر کرنسی یعنی واحد پولیس. اگر ما میره بگیم سالری، ما چطور میفهمم که سالری چی است؟ ایروز، دلار است، چی است؟ سلکتش میکنین، نمبر کرنسی رو انتخاب میکنین، فقط میگین اوکی. یعنی اوکی کنیم 1000 دلار، 2000 دلار، 3000 دلار نمیشه. و اگر ما شما بیایم در قسمت فاند، نمبر، کرنسی، اینجا داریم سمبولش هم میتونین نمای مملکت است، کانادا به می اساس. هر مملکت هم میتونین مطابق سمبولش انتخاب کنین با کدام شکل تطبیق شود. یعنی مثلا سمبولای مختلف پیسی همون مملکت هست. و بعد از این نمبر اکاونتینگ به این معنا چون از اینکه در قسمت نمبر هر بخش تجزیه شدن. اینال ما اگر بیایم از نامشان میتونیم بدون از یک دسترسی داشته باشیم. خب طبیعی کرنسی واحد پولی. اکاونتینگ به این معنا اگر ما یک جدول محاسبه‌ای می داشته باشیم، ما میگم بخش محاسبه‌ای در یک محاسبه‌ای پول در یک جدول باید از به کدام شکل باشه، اون شکلش براتون معرفی میکنه. سلکتش میکنین، فاند، نمبر. اینا فکر کنین که اگر دسترسی هم نداشته باشین، اینجا میگه اکاونتینگ باید از چی داشته باشه؟ سمبل، سپریتور و خانه اشاری داشته باشه. فقط شکلش براتون چی کرد؟ گفت گرچه شکل خاص کرنسی هم تطبیق میشد، حالا مو شکل در اکاونتینگ در بخش محاسبه‌ای هم باید از تطبیق شه. مجرد کوکی کنیم همون علامه سمبل و خانه سپریتور اشاری رو میجا در نظر گرفته. بعد از این نمبر و اینجا داریم دیت. اگر ما اینجا بیایم فعلا 02/02/09 تاریخ درج میکنیم، میخوایم که نام ما نام روز نشان داده شود. در این صورت میره فعلا تطبیق میکنیم، بالا یک چند خانه‌ایش هم کلانتر میسازیم. سلکت میکنین اما قسمت فاند، نمبر، دیت. میگه کدام رقم تایپش هم بگو. اینی لانگ دیت است، نام روز، نام ماه، تاریخ و سال است. اینی مختصر شده، تنها تاریخ، تنها نام ماه. اینجا فرمات های مختلف ما داریم تا اخیر. تاریخ همراه با ساعت، تنها به این شکل مانده نشان به همراه سال، او را مختصر 01 یعنی 2001. اینا رو پس من میگم لانگ دیت باشه. مجرد که اوکی کنم اما تاریخ ما چی شد؟ این کالم شکلان میسازیم. مانده فبروری 2/2009 تاریخ را که ما درج کرده بودم. اگر ما تاریخ امروزی را درج کنم، مثلا تاریخ امروزی چند است؟ تاریخ امروزی 18 می است. میگم 18/5 2000 چی شد؟ میگه تیوزدی می 18/2010 تو ما دمو فرمت خدا 100 سال. اگر بخواین فرمتش بیشتر تغییر بدین میتونین که از قسمت فاند فرمت های بیشتر دارین. در قسمت نمبر میایین میگین تنها باید از تاریخ همراه ما نشان داده شود. می اوکی کنین تنها تاریخ 18 میرسین. کی زیادتر در جدولای ریپورت استفاده میشه و هر نوع فرمتی که بخواین است نام، تاریخ، نام ما و سال مختصر نشان بدین. مثلا گفته 18 می 10 یعنی 2010 که مجرد اوکی کنین به اون شکل فرمتش تطبیق شد. و فرمات های مختلف میتونین در جدول استفاده کنین و درس ما میجا بس است.